یعنی حواله به سوی بابای ما و شما، پدر ما و شما حضرت آدم میگوید جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردن بهر او سجود. وقتی که بابای ترا میگد مولوی رومی داخل جنت کردن، تمام فرشته ها چیکار کردن؟ تا تمام فرشته ها سجده این حضرت آدم میکردن، در پیش پای این سجده میکردن. یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. وقتی این بابای ما و شما، این پدر ما و شما حضرت آدم، وقتی که یک گندم را که خدا گفت بر اون نزدیک نشو نزدیک شد استفاده کرد، یعنی یک گندم وقتی که خورد، فرشته ها چی گفتند؟ گفتند ای آدم، گفتند ای فرزند آدم، جنت جای خطاکار نیست، جنت جای گناهگار نیست، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. تو مادامی که گناهگار شدی، این داخل جای ثوابکارها هست، بیرون شو از جنت. و خدا او را به سبب این یک گناه چیکار کرد؟ از جنت بیرونش کرد. به پول هجومت در شهر مسکو شرکت شفافرما به شما پیشنهاد میکنند همچنین داروهای گیاهی برای پروستاتیت، قوی نمودن مردانگی، دراز نمودن مهلت همخوابگی، برای قد را بلند کردن، برای موی سر و ریش برآوردن، برای فربه یا خراب شدن، برای معده، گرده، پسریازم و ویتیلیگو را نیز پیشنهاد مینمایند. باوری ندارید، خودی حاضر به نمرهای در روی اکران بوده زنگ زنید. شفافرما در خدمت شما. در آخر حضرت مولوی رومی بر همون انسان‌هایی که گناهگار هستند، یک عمر بی نماز و بی توفیق هستند، لکن چی میگن؟ میگن همین دل انسان مسلمان باشد، ما را دلمان تازه است. برای همین دل تازه ها چی میگن؟ تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا. تو هزارها گناه میکنی امروز، هزارها غلط میکنی، هزارها خطا را البته تو صادر میکنی، باز بزم این میخواهی که جای آدمایی که ثوابکار هستند، جای آدمایی که در دنیا زحمت کشیدن، مهنت کردن، جای اونها را تو صاحب شوی؟ نه، صاحب نمیشه. جنت جای خطاکار نیست. برای جنت داخل شدن مهنت دنیایی لازم است. الدنیا مزرع الاخره، پیغمبر گفت این دنیایی که شما زندگی دارین، این به منزله زمینی هست که در اینجا تخم پرتایین، تخم نیکی پرتایین تا که حاصل شد در جنت بردارین. کاری سوا ماندگی باز امروز خواهر اپای ما و شما را بین ملامت میکنند که تو سطر داری یا تو نماز جمعه میرای. یک زن 50 ساله به توفیق دیگر از زمین دهم کریان است، میگوید وقتی زن اگر نماز کی یا مسجد کی رفت، دنیا ویران میشود. اون نمیداند که خود ویران است، نمیداند که خود بیچاره دوزخی هست. از آمدن زن بر مسجد، مسجد چی می شود؟ نورانی می شود، آباد می شود. صدها سال شد این زنهای ما و شما بیچاره نشنیدن، سخن خدا را نشنیدن. از این خاطر مردها امروز هیچ قدری ندارن. مادرای ما و شما آمده نشینند، صحبتها را گوش کنند. شوهر چی قدر دارد، خسر چی قدر دارد، خوشدامن چی قدر دارد، زندگی باید چگونه باشد، عائله داری چگونه باشد، تربیه فرزند چگونه باشد. اینا را می آموزند. آیا همین غلط است؟ آیا از حساب آمدن زن چی جای جنایت است؟ هزارها نامعقول کرده است. همون عالم شم، همون عالمی که اگر همون عباره مختصر میگد میلش، لکن امروز جمعیت نظر کن، امروز شرایط نظر کنید. خواهر ما و شما همه جا می رود، مادر ما و شما همه جا می رود، تمام جایی که ناجایز است می رود. مسجد چی جای ناجایزی دارد؟ سلام علیکم حاجی بابا، اگر زن دست خود را لک مالد آیا جایز است؟ حتی در دست یک جوان بچه دیدم که ناخونش را دراز کرده است و او را لک کرده است. این چی معنا دارد؟ خواهش میکنم از شما. اگر در دست زنی که لک میمالند، همین لک های سرخی که هست، در مسئله از درالمختار میگوید که از جنابت پاک نمیشود. زنی که اگر در دستش لک میمالد، لک همین خیلی قابلیتی دارد که آب بر خودش ره نمیده. مادامی که آب که به خودش ره نداد، کل بدنش شستن در غسل جنابت فرض است. وقتی که اگر ناخونهای که لک دارد،
وقتی اونها که اگر آب نرسید اون زن از غسل جنابت پاک نمی شود. از این خاطر در کدام دستی خواهر و اپا و زنی از شما اگر باشد، این البته شما رخصت نتین اونها را تازه کنند. و آن جوانی که البته امروز ناخونی خچه دراز میکند یا لگ میکند، این شرمندگی است. نخواد جوان، مرد هستی، مرد، نام تو مرد است. تو را خداوند مرد خواندگی هست در قرآن و تو در دنیا هم دعوای مردی داری. نخواه ناخونی دراز یا لگ در دست دمالی. امروز جوانای ما و شما شرم ناکرده در گردنها زیره میبندند. امروز شرم ناکرده چله ها در دست میبندند، حالا که این چی است؟ یا زینت زن هستند، آخه برای مرد نیست اینا. رسول اکرم برای همین جوانهایی که زیره دارند، لگ میکنند، ناخون میکنند، چله میبندند، رسول اکرم حدیث مبارکش است که مسلم روایتش میکند: رأى رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتما من ذهب فی ید رجل فنزعه فترحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول اکرم میگه روز با یک جوان سلام کرد، بناگاه دستش در چله همون جوان زد. در حال میگه چهره پیغمبر خدا متغیر شد، تغییر یافت و از دست همون جوان میگه چله را کشیدن، فنزعه فترحه، پرتافتنش. وقتی که رسول اکرم از پیش اون جوان رفت، جوانهایی که در اطراف این جوان جمع شده بودند گفتند: خذ انتفع. رسول اکرم رفت گفت: گیر از زمین بردارش، در جان خودت استفادهش کن. این جوان چی گفت؟ والله لا آخذوه ما طرح رسول الله صلی الله علیه و سلم. قسم بر آن ذاتی که جان من در دست اوست، این جوان گفت آن چیزی را که پیغمبر خدا از دست من دور کرده است، من او را دیگر باره نمیگیرم. ما نمیگیم که او را پرتاش، بلکه برده در خانه بگذارش. در یک روزی وزنینی وقتی برای تو سوم لازم می شود، سومش کن، در جان تو، در فرزند، در خاندانت استفادهش کن، لکن برای دستی تو حرام است. رسول اکرم گفت آیا شما میخواهید که پارچه علاوه دوزخ در دست خود بگردانید؟ اشاره به سوی چله طلا کرد. این برای زن، زیره چله برای زن که اینم برای چه است؟ برای شوهرهاشون است، اجازت است، برای مردها جایز نیست. السلام علیکم حاجی الله میرزا، رحمت و درود خداوند در حق شما که ما بسیار مسئله آگاه میشویم. سوال من این است: در اصول دین میخوانم که تولا و تبرع چی معنا دارند؟ اصول دین هست، اصول دین برادر 8 قسم است. ما و شما میگوییم اگرچه اصول دین از ما نیست، از ما و شما اصول دین ما و شما چی است؟ بنی الاسلام علی 5. پیغمبر خدا میگوید اسلام ما و شما 5 پایه دارد. چی است؟ شهادت ان لا اله الا الله و اقام الصلاة و آت الزکات و صوم رمضان و الحج من استطاع. 5 چیزی هست در اسلام ما و شما، همین است اصول دین ما و شما. این چی است اصول دین؟ یکم کلمه شهادت گفتن است، دوم 5 وقت نماز خواندن است، سوم زکات مال دادن است، چهارم روزه ماه رمضان داشتن است، پنجم حج در گردن شخصی که قوت حج داشته باشد. همین 5 چیز از ما و شما اگر ایجاد شود، برپا شود، این معنای او را دارد که ما و شما مسلمان کامل هستیم. یکی از این نباشد، در مسلمانی ما و شما نقص است، خلل است. لکن برادر گفته است در اصول دین خواندم تولا و تبرع مقام 7.5 باشد تولا، مقام 8.5 باشد تبرع. یعنی عقیده خوب است. با دشمنای خدا دشمن بودن، با دوستان خدا دوست بودن. این عقیده باید در تمام مردم مسلمان ما و شما باشد. دشمن خدا را ما و شما دشمن بداریم. چگونه ای که امروز ما را مردم غرب بد میبیند، چگونه ای که امروز مردم مسلمان زیر پای این بدبختا مانده است که ما و شما را دشمن ما و شماست، ما و شما باید دشمن اونها باشیم. آخه ما هم اونها را باید بد بینیم. چگونه ای که ما را بد میبینند؟ چرا من دشمن خودم دوست بدارم؟ چرا شخصی که خانه مرا زیر بامبه قرار میدهد، چرا شخصی که با تمام تکنیک خانه مرا رشد میکند، کودک مرا نابود میکند، ما او را دوست بدارم؟
نه دوستش نمیدارم. به خدا قسم تا قیامت ما دشمنی او هستیم و دائم حتی در نمازان دعا میکنم خداوند ریشه امریکا را کنده کنه که امروز دشمنی تمام مسلمان ما و شما شده است. دنیا را ناآرام کردگی است. تا اگر در دل ما و شما عقیده نباشد که ما دشمن خدا را دشمن نداریم، حلاوت ایمان ما و شما برده نمیتونیم، شیرینی ایمان ما و شما حس کردن نمیتونیم. شما دعای قنوت میخونید اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر نشکرک ولا نکفرک. اینجا چی میگن؟ و نخلع و نترک ما یفجرک. تو وعده داده استی و نخلع و نترک ما یفجرک. پروردگارا من دشمن تو را ریشه‌کن میکنم و نخلع و نترک، دشمن تو را ترک میکنم. ما یفجرک، شخصی که دشمن تو باشد. تو در دعای قنوت وعده میتی. از این خاطر تو هم باید دشمن چی باشی؟ دشمن همون یهود و دشمن آن کسی که دشمن مسلمان است. ما هم دشمن او هستیم. هیچگاه من دوستی البته شخصی نیستم که دشمن قرآن باشد و دشمن اسلام باشد. امروز شما چشمهاتون را گشاده کنین، اخبارها به طریق عیان شما را نشان دادیستند. دیروز اگر اخبارات همان تونی بلیر اگر گوش کرده باشید، سروزیر انگلیا را من گوش کردم به گوشی خودم. چی گفت؟ در نزد سعودیه گفت ما خطا کردیم، نفهمیدیم، فکر کردیم که در عراق خیمیوی بوده است، لکن غلط شده است، نفهمیدیم. تو نفهمیدی اینقدر مرد مسلمانی که در اونجا به هلاکت رسید، اینقدر خانه هایی که نابود شد، اینا چی می شوند؟ به نام خدای بخشنده مهربان و حبیب او محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، درود و به پایان بر شما ای واعظ راه اسلام و حاجی محترم. ما یک گروه جوانان به شما خواهش می نمایم که به این سوال ما روشنی اندازید. در ما عادت شده است که بعد از مرگ شخص 740 را می دهند. این خیلی خراجات بسیار ممکن است یا نه؟ ما قوم را می دانیم که از برای پنجشنبگی شیده نماز جماعی خفتن و پیشین را ترک می کنند و مسجد به ملا می ماند. التماس، یعنی معرکه هایی که هفته داریم، 40 داریم، سر سال داریم، اینا در اسلام همچنان نام گذاشتگی نیست. در اسلام ما و شما من یک فتوای دارم به نام خلاصه که به نهایت فتوای با قوتی هست، فتوای مذهبی هست. باز همین فتوا در حواشیش مجموعه الفتوا گفتگی باز فتوای دارد. همون حضرت میگوید اگر کدام صدقه را که شما نام گذاشتین، مثل هفتش گفتین، سه بیگش گفتین، 40ش گفتین یا سالش گفتین، از ثوابش محروم میشین. شما نام نگذارید، بلکه اگر دستی شما میرسد خیر احسان هیچ کس راهش بستگی نیست. دستت میرسد مرحمت، لکن دستت نمیرسد. رسول اکرم گفت است لا اشتری شیئا لیس عندي ثمنه، نمیخرم چیزی مادامی که در جیب من پول نباشه. مقصد که من پول ندارم، قرض کرده خیر احسان نمیکنم، پنجشنبگی نمیکنم، سری سال نمیکنم، مادامی که قوت من نرسد. قوت شما نمیرسد خیر احسان کنین، در نزد خدا شما ثواب نمیگیرین، بلکه شما گناهکار میشین، زیرا حق فرزندای خودتان را چیکار کردین؟ پایمال کردین. از این خاطر اسلام ما و شما بدنام نکنین. اسلام ما و شما را مجبور نمیکند. همون خدایی که خالق همه شماست بر شما میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ بنده ما از قوتش زیاد تکلیف نمیتون، قدر قوتش. خدا حال همه ما و شما را میداند. از این خاطر از حالمان، از همون کرپایی که داریم، از او زیادتر پامان دراز نکنیم. السلام علیکم برادر محترم داملا میرزا. بعد سلام یک دو سوالی دارم و میخواهم که این سوالها رو شما در نماز روز جمعه تحلیل کنید. مردی که بیراهگردی زنش را میداند، یعنی با مرد بیگانه ملاقات دارد و این مرد یگان چاره نمیبیند، زندگی همین را از روی شریعت درست است؟ البته درست نیست. زنی که به اجازت شوهر از خانه بیرون می شود در ملامت خدا و ملائکه خدا می ماند. وقتی اگرچه خانه پدرش می رود، اگرچه خانه یگان نزدیکترین آدمش می رود، وقتی اجازت شوهر نباشد، وقتی که اگر اون زن باز به مردهای بیگانه دست درازی کند و باز به این شوهر زندگی کند، این زندگی حرام است و این مرد دیوس است.
الدیوس لا يدخل الجنه ولو كان معه صلاه و صوم. پیغمبر میگه دیوس داخل جنت نمی شود اگر چند که نماز روزه بسیار هم که داشته باشد. البته مردی که اگر پیش راه زن خچه گرفته نتواند، وقتی مردی که اگر حکمی او در زنش نگذرد، مردی که اگر باز میداند که زن او این چنین فاحشه است با او زندگی میکند، این دیوس است. زنی که با چنین کارهای ناشایان دست زده و بعد به چیزهایی که برای هر یک انسان مقدسند قسم میخورد، مثل قرآن، خدا، سیوم به فرزندهای خود، عاقبت این زن عاقبت هم ندارد. وقتی زنی که خود بدکردار باشد و بعدا باز قسم به این چیزهای مقدس بخورد، برای ما و شما این قرآن مقدس است. برای زن فاحشه قرآن و خدا و مسجد هیچ قدری ندارد. برای همین این عاقبت هم ندارن. آخه عاقبت اینا برای خود اینا معلوم است خودش. التماس زاملای محترم همین مکتوب ها رو. السلام علیکم داملای عزیز. آیت یخرج من بین صلب و ترائب را ترجمه میکردید مخلصان شما. در سوره طارق آیتی هست یخرج من بین صلب و ترائب، یعنی خداوند چی میگوید؟ خلقت انسان میگد. انسان میگد خارج انسان پیدایشش از آبی که از پشت آدم و از بین دو سینه مادر جدا می شود، از همین پیدایش آدم از همین ها صورت می گیرد. یعنی مقصد از صلب و ترائب، مادامی که مفسران میگویند مقصد این نیست که در همین پشت انسان یگان خلطچه باشد که همان آب در داخل هم خلطچه باشد و وقتی شهوت مرد که کشاده شد همان آب راست از پشت هوی خورد رفته در رحم مادر داخل شود. این چنین نیست میگه، بلکه مادام خدا صلب گفت یعنی پشت گفت یا ترائب گفت، بین قفس زن سینه قفس زن وقتی خدا ذکر کرد مقصد کل بدن در نظر دارد. یعنی آبی که از مرد و زن یک جا می شوند اینها از تمام بدن هستند. این مقصد این است. برای همین مفصلتر اگر برای کسی لازم باشد باز آمده مراجعت کنین، انشاءالله جواب میگیم. السلام علیکم داملای محترم. بعضی شخصان میگویند که گناه میکنند، بعد میگویند که این گناه را خدا در تقدیر ما نوشته است. بگوید که گناه از کدام جانب است؟ سوال دوم، نوشیدن کواس ممکن است یا نه؟ سوال سوم، چیزهایی که مست کننده است حرام است. شیر اسب هم مست میکند، آیا حرام است؟ چهارم، گوشت جیره حرام است، در کسلی خوردن ممکن است یا نه؟ 4 سوال دارن، ممکن به همین انجام میتیم. یکم، گوشت جیره حرام است، خوردن او حرام است. علی خصوص مادرهایی که گپی مرا میشنوند با دقت گوش کنین. رسول اکرم میگوید ان الله لم یجعل شفاءکم فيما حرم علیکم. خداوند شفای هیچ کدام شما را در مال حرام جدا کردگی نیست. از حرام شما شفا نمیابین. پیغمبر شما بر شما خبر داده. هیچ چیزی که حرام است، خواه خرس است، خواه جیره است، خواه صغر است، خواه سنبقه است، یعنی اینها امروز در ما و شما دوایی شدگی هستند، اینا همش حرام هستند. خداوند بر اینها برای شما شفا گفتگی نیست میگه. از این خاطر سگ هم حتی استفاده میکنن، مگر فقهای ما و شما، علمای ما و شما گفتند اگر تمام حلال کرده خدا را استفاده کن. همه داروهایی که از امروز خدا را شکر طب ما و شما پیش رفته است، تمام دارو، تمام طبیبای خوبی هست که تمام کسلی قریب دوا دارد. شرط نیست که همین در حال تو خونکیت زده یا روغن خرس یا که مثال روغن صغر بخوری، نه، بلکه تو این حلال کرده های خدا را استفاده کن. از حلال کرده های خدا که استفاده کردی شفا ندیدی، بعدا یگان شخص طبیب حاذق باشد یقین بداند که همین گوشت جیره در همین کسلیت فایده دارد، اما اون صورت برای تو جایز می شود. بعد حلال کرده های خدا را همش استفاده کردن، یک باره به حرام کرده خدا دست نزن که البته گناهگار می شوی. چیزایی که مسکننده هستند مثل میگه شیر اسب مست نمیکنه، اگر مست هم که کند این حرام نیست. نوشیدن کواس حلال است، کواس این درجه ندارد.
کواس این مسکننده هم نیست. انا پیوه که درجه دارد حرام است. مثال آدمی که اگر پیوه را می نوشد، اگر مثال بگیم نیم سطلش هم که اگر مست کند یک قطرش هم حرام است. لیکن کواس مسکننده نیست. و این سوال بالاگی کردن، من مختصرا جواب میگم. سوالی که کردن که بعضی انسان ها گناه میکنن و باز میگوین که خداوند در تقدیر من کشیده است. یعنی گناه از جانب کی است؟ آیا از خدا است یا از جانب من است؟ این باب تقدیر است. تقدیر بسیار یک مسئله مهمی هست که شاید که عقل ما و شما بر این نگیرد. حتی وقتی که حضرت عمر میگه با ملک شام رفت، در شام کسل آب پرتایک بود. حضرت عمر داخل ملک شام نشد. مردم گفتن ای عمر، تو گفتن اگر داخل شو در ملک شام، اگر در تقدیرت باشد کسل بر تو میگذرد، در تقدیرت نباشد نمیگذرد. کجا میگذرد؟ خدایا صحت و سلامت برگشته به خاندان آمدنشون موفق بسازی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم خیر یوم طلعت علیه شمس یوم الجمعه. پیغمبر خدا آفتاب هر دو جهان در این سخن مبارک خود میگوید بهترین روزی که در او آفتاب درخشان می شود این روز جمعه است. فیه خلق آدم علیه السلام و فیه ادخل الجنه و فیه اهبط الى الارض و فیه تقوم الساعه. پیغمبر خدا گفتند بهترین روز که در او آفتاب روشن می شود، درخشان می شود، این روز جمعه هست. و فضیلت این روز را هم بر ما و شما فهمانید. این روز همان روزی هست که پدر شما آدم خداوند پیدا کرد. در همین روز خداوند جان در وجود حضرت آدم داخل گردانید و در همین روز ادخل الجنه، در همین روز پدر شما حضرت آدم خداوند داخل جنت گردانید. و فیه اهبط الی الارض، پیغمبر خدا میگوید در همین روز به سبب خطایی که پدر شما حضرت آدم کرد خداوند از جنت در زمین پرتافتش. و فیه تقوم الساعه، همان قیامتی که خدا بر شما میگوید این الساعه آتیه لا ریب فیها، قیامت آمدنی هست، در آمدن قیامت شک و شبهه نیست، در همین روز برپا می شود. و هو عند الله یوم المزید و کذلک تسمیه الملائکه فی السماء. رسول اکرم در دوام این حدیث چی گفتند؟ گفتند این روزی که ای بندگان شما نماز میخوانید، این روز در نزد خداوند روز مزید نام دارد، روزی دادن مکافات است، روزی دادن جزا است. حتی ملائکه های در آسمان این روز جمعه نه بلکه روزی یوم المزید می گفتند، روزی دادن جزای بنده مؤمن بوده است، روزی مکافات گرفتن ما و شما بوده است. و هو یوم النظر، در دوام حدیث پیغمبر خدا گفت این روز روزی نظر کردن است. و چی؟ الى الله، الى وجه الله، الى الله تعالی فی الجنه. وقتی که جنتی ها داخل جنت می شدند هر روز جمعه دیدار پروردگار خدا نگاه می کردند. در همین روز جمعه خوش به حال آن بندگانی که امروز احترام میکنند، خواه زن باشد خواه مرد. امروز روز جمعه هست، در گردن زن و مرد فرض است ادا کردن نمازش. این عقیده های باطل و عقیده های بیکاره که برای زن نماز جمعه فرض نیست، اینا را باید ما پس سر بگذاریم. برای زن از مرد دیده فرض تر است.
و امروز از همه مهمتر برای زنها هست نماز جمعه. در هر جایی که باشه الحمدلله امروز شما شکرانه کنین که گرد و گوشه‌ای که در کلاب ما و شما تمام مسجدها در داخلشان زنها داخل شده ایستادند. زنها موعظه را گوش میکنند، زنها هم از موعظه ها چکار میکنند؟ استفاده میکنند که این هم آبادی جمعیت است و این هم راحتی ما و شما مردها هست. اذا سلمت الجموع سلمت الایام. پیغمبر خدا میگوید هر وقتایی که اگر از بنده مؤمن، اگر از امت من روز جمعهش به سلامت انجام یافت، باقی روزشان سلامت میماند. اگر روز جمعه را ما و شما با نمازش ادا بکنیم، اگر در روز جمعه ما و شما خیر احسان بکنیم، اگر در روز جمعه ما و شما زبانها را در پند نصیحت استفاده کنیم، باقی روزهایی که در پیش تا هفته دیگر می آید اینهاش هم پیغمبر خدا گفت خداوند نیک انجام می دهد. ان الله فرض علیکم الجموع فی یوم هذا و فی مقام هذا. پیغمبر خدا میگوید به درستی این که خداوند شما بر شما نماز جمعه را فرض گردانیده است، در همین روز جمعه و در همین مقام در گردن ما و شما نماز جمعه را ادا کردنش فرض است. حتی رسول اکرم میگوید من مات یوم الجمعه، کسی اگر در روز جمعه از بنده مؤمن از دنیا میگذرد فله اجر شهید و وقی فتنه القبر. رسول اکرم گفت کسی که در روز جمعه از دنیا میگذرد خداوند دو بهترین مکافات نصیب او میکند. اولا همچنان است که شهید از دنیا گذشته است، اجر شهید بر انسان عطا میکند. دوما از فتنه های قبر خداوند اون بنده جمعه ادا میکردگی را نجات میدهد. خوش به حال اون مرد، خوش به حال اون زنی که نماز جمعه میخواند، خداوند از این مکافات البته نائلش میکند. لکن وعید پیغمبر برای آدمایی که ادا نمیکنند جمعه را چی است؟ رسول اکرم میگه من ترک ثلاثا جمعه تبع الله على قلبه و فی روایت الاخر فقد نبذ الاسلام وراء الظهر. رسول اکرم میگوید کسی که اگر 3 جمعه را قصداً ترک میکند، یعنی بے پروایانه در نماز جمعه اشتراک نکند، خواه مرد باشد خواه زن باشد، رسول الله چی گفتند خداوند در دل او مهر میزند. یعنی در دل انسان وقتی که مهر کی زده شد همچنان است که دل بنده سیاه میشود. و ان ابعد الناس من الله القلب القاسی. پیغمبر گفت دورترین مردم از خدا کی است؟ کسانی هستند که دلهاشون سیاه است. دل کی سیاه شد تو از خدا دور میشه. در روایت دویمی که روایت کردند چی گفته است؟ فقط نبذ الاسلام وراء الظهر. کسی 3 جمعه را اگر قصدن یا از روی تنبلی اگر ترک کند همچنان است که اسلام در پس پشت خود گذاشته است. یعنی در اسلام هیچ اهمیتی نداده است. از این خاطر الحمدلله که امروز ما و شما در اطراف این نماز و این روزی که الحال اهمیتی او را، فرضیتی او را بر شما و فضیلت‌های او را بر شما خبر دادم اشتراکی داریم. انشاءالله ما و شما اجر بی نهایت زیاد و گران را خدا کرده باشد البته صاحب میشویم. موعظه‌ای که جمعه پیشین داشتیم که 2 جمعه پیوسته در باب ابو حنیفه بود، امام ما و شما، پیشوای ما و شما. فکر میکنیم که البته ما و شما از تاریخ حضرت آگاه شدیم، از عالم بودن حضرت آگاه شدیم. فقط همین گفتنی هستم که حضرت مکی ابن ابراهیم که این امام بخاری را استادش است، لکن بزرگی را ببین که شاگرد ابو حنیفه است. حضرت میگوید ابو حنیفه در زمان خودش همتا نداشت. به منزله ابو حنیفه دیگر انسان یافت نمیشد در اینم. اعلم الناس فی اهل ابی حنیفه. حضرت گفتند داناترین مردم در زمان خودش
ابو حنیفه بود. شداد ابن حکیم هم این سخن گفتن مثل ابو حنیفه در زمانش هیچ همتایی نداشتند. عبدالله ابن مبارک چی میگوید؟ میگوید وقتی من کوفه آمدم، در کوفه، شهر کوفه در آمدم و پرسان کردم ما اعلم الناس فی بلادکم، ای مردم کوفه بر من خبر بتین که عالم ترین مردم همین کوفه کی است؟ کی است از همه در عالم پیشی که در همین کوفه زندگی میکند کی است؟ میگه از مردم کوفه چی شنیدم؟ فقالوا کلهم ابو حنیفه. مردم همون کوفه چی گفتن همش ابو حنیفه هست. هر جانبی که اگر از فضیلت‌های کسی میپرسین همش به کی است؟ حواله به ابو حنیفه هست. امام شافعی هم خیلی امام پیش است، امام اهل سنت است. از 4 ائمه ما و شما یکی شافعی است. حضرت گفتند الناس عیال ابی حنیفه فی الفقه، در علم فقه، در علم مسئله تمام عالمای روی دنیا عیال ابو حنیفه هستند. نان ریزه های دسترخوان ابو حنیفه را میخورند. اینقدر فضیلت در امامی که ما و شما مذهب به ایشان داریم انشاءالله موجود است. و امروز وعده کرده بودیم که سوالهای خیلی زیاد در پیش ما ایستاده است، جواب اینها را البته به سمع شما میرسانیم، زیرا که اینها هم برادرای هستند که در همین مسجد ما و شما حضور دارند، میخواهند که از سوالهای دادگی خود البته جواب را حاصل کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم. دست زن حلالی خود را در کوچه داشته راه گردی گناه است؟ یعنی مردی که اگر با همراهی زن خودش اگر در کوچه دستی او را می قپد راه می گردد، آیا در اسلام همین گناه است یا نه؟ رسول اکرم می گوید الحیاء کله خیر، داشتن زن، دست زن داشتن شوهرش گناه نیست، لیکن نه در کوچه. در کوچه داشتن دست زن یا از میان او داشتن یا از گردن او داشتن، این عادت مردم مسلمان نیست. ما البته تشبیه به آن مردم کافر و مجوسی و یهودی که امروز این عادت دارند باید تشبیه به آنها نکنیم. رسول اکرم سخنش گوش کنین میگوید حیا کلش خیر است. ابو سعید خدری چی میگوید؟ کان حیاء رسول الله صلی الله علیه و سلم اشد من العذراء، اشد حیاء من العذراء فی خدرها. رسول اکرم میگوید، ابو سعید خدری میگوید حیای پیغمبر تا چه اندازه بود؟ تا اندازه بود که یک عروسی که در زیر چادر است چقدر حیا دارد. روز اولی که عروس به خانه شوهر می آید به نهایت یک حیای کلان او را احاطه کردگی است. ابو سعید خدری می گوید رسول اکرم حیاش از اون زن دیده زیادتر بود. ما و شما البته پیشوای داریم، باید حیا را البته چیکار کنیم؟ پیشه خود و شعار خود بسازیم. اگر چی زن ما و شما است، در پهلوی ما و شما رفتن در یگان گناه نیست، شر نیست دست در گردن او، دست در دست او حواله کنیم و شما. خدا رحمت مغفرت کند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دوره های خلافتش میگه وقتی در کوچه اگر زن با شوهر در پهلو یکدیگر میدید با دره میزد، میگو شما پهلو در پهلو ننشینین، زیرا این یک کسلی هست که در دیگر انسان ها تاثیر میکند. شما اگر زنی تو هست یا این شوهری تو هست در خانه در آمده در پهلو یکدیگر نشینین، در کوچه نه. امروز نشستن زن با مرد در کوچه ها چی یک تأثیری بدی رسانید که امروز نه اینکه یک دست در دست او،
بلکه امروز جوانهایی که در نکاح حلال خود اون زنها نیست، یکدیگر را آغوش میکنند، یکدیگر را مثال گردن او را در پیش بر خود میگذارد که در کوچه ها ما و شما آشکارا میبینیم. وای بر حال اونها. چی میشود؟ در نزد خدا چی جواب میگفته باشند؟ قسم به خدا اگر در همون زمان جان او را خدا بگیرد، ایمان در وجود او نیست. از این مسئله البته ما و شما دور باشیم. السلام علیکم داملای محترم، من یک خواهر مسلمان شما هستم. یک سوال دارم. من سطر میکنم، میگویند که تو به زندگیت منت را بسته ای. این چی میشود؟ یعنی امروز الحمدلله که خواهر و اپا و مادرای ما و شما رویمالها را طبق آیت کریمه میبندند. هزارها بار شکر. باور کن این یک خرسندی آور است. این یک باعث شکر هست که امروز زن ما و شما، خواهر ما و شما، اپای ما و شما رویمالش به گفت این زنی که به زندگی خود منش بسته است همچنان میبندد. این افتخار است. خدا در قرآن میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ای محمد صلی الله علیه و سلم فراموش نکن که تو بنده من هستی. من بر تو امر میکنم که اولا بر دخترهای خودت، بعدا بر زنهای خودت. وقتی که دخترها و زنهای خودت که رعایت کردن، بعدا بر زنهای امتت خبر بده. چی خبر بده؟ یدنین علیهن من جلب بهن ذلک ادنی یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. بر زنهای امتت خبر بده که بالای سرشان رویمال پرتایند و رویمالها را چنان بندند که پیشهای بر و پسهای گردن اونها نتابد، بندهای دست اونها، بندهای پای اونها نتابد، تا که اونها در نزد من نجات میابند، تا که اونها شناخته شوند که اینها زنهای مسلمان هستند، تا که به اینها مردهای بی توفیق سخن بیهوده گفته نتانند. امروز بین این معجزه خداوندی است که وقتی زنی که سطر داشته باشد هیچ مرد فاسق به جانب او گپ پرتافته نمیتواند. لیکن هر چی که می شود از همون زنهایی که سری لوچند، گردنی لوچ هستند، پای لوچ هستند، همه بی تمیزی از جانب اونها هست. از این خاطر در این سخنها باید این خواهر ما و شما ملامت نشوند. اولین زنی که در اسلام قتل شد از پشت اسلام این مادر عماره بود، زن یاسیر. این مادر ما و شما امیه بود. برای اسلام ابو جهل به قتل رسانی داشت. وقتی گفتش از اسلام بگرد، از اسلام نگشت. چیکار کرد؟ رسول اکرم به پیشش میگذشت، قوتی نداشت. میگفت مادر، میگفت صبر کن، ان الله مع الصابرین، خدا همراه صابران است. صبر کن، خدا تو را مکافات جزیل میده. این مادر صبر کرد. روز میگد ابو جهل آمد نزدش، آمد و گفتش، سمیه گفت از ایمان محمدی بر بگرد. سمیه باشد نه، گفت من بر نمیگردم. من اون خدایی را که بر او عاشق شدم و این پیغمبری که بر او عاشق شدم، این عاشقی را تا جنت میبرم. من در دنیا ترک نمیکنم. ابو جهل میگه چند دشنامهای قبیح هم داد و نیزه را برداشت و در شرمگاه همین سمیه زد و سمیه از دنیا گذشت. اولین شهیدی که در اسلام شده است انا زن شدگی هست. از این خاطر هیچ زن ملامت امروز پیدا می شود، زنهای پیدا می شوند که میگویند که جمعه کجا میره؟ جمعه برای شما شرط نیست. حالان که هزارها نامعقول کرده است او عالم است، او داملا است، او کسی نباشد. امروز شما را ملامت میکنم برای سطرتان، لیکن شما ملامت نشین. شما در نزد خدا مکافات میگیرین. شما هم جواب قبیح نسبت اونها جواب بگین. خدا رحمت کند مولوی را میگوید با ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. با ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. ز هر سو می جکد سگ بر سری راه،
نظر بر سگ مکن، رو سوی الله. هزاران کاروان رفتند دو دو، هنوز این کلب ها دارند او او. خدا رحمت کند مولوی را. این کلب ها گفته سگا را میگن. همون زنهایی که شما را ملامت میکنن، همون مردهایی که شما را ملامت میکنن، به خدا قسم از سگ دم پستر هستند. سگ هم در نزد خدا قدر دارد، اون از سگ در دیده پستر است. شما به ملامتی و ملامت هم نشین، غمگین هم نشین. این راهی که شما گرفتین راهی راست است، راهی درست است، راهی جنت است. السلام علیکم حاجی داملا. خداوند به شما و اولاد شما بی‌دردی را نصیب کند. من یک مخلص شمایم، باور کنید حتی در نماز شب در حق شما دعا میکنم.